سلام بر شما. انشالله که حال همگیتون خوبه و به اولین برنامه یوگا برای همه خوش اومد. بعد خدمتون خانم ژاله نمازی رو معرفی بکنم. البته ایشون احتیاج به معرفی ندارن. مربی آموزش یوگا هستن. با تشکر از شما خانم نمازی میخواستم خواهش کنم که برای دوستانی که علاقمند هستن برای دانستن مطالب مختلف در مورد یوگا در ابتدا یک تاریخچه کوتاه از یوگا رو بگید که اصولاً از کی پیدا شده. هزارو سال پیش این شروع شده. بعضی از دانشمندا میگن 5-6 هزار سال پیش بودن در اون موقع که مطالعه میکردن رو این سیستم. بله. که بفهمن واقعا چجوری ما میتونیم بهتر زندگی بکنیم. که یک بستگی جسم، فکر، هوش و روح اینا هم بستگی داره و معنی یوگا یک شدن. بله، اتحاد. 8 6 ستون ببرید بالا و به طرف عقب. متوجه بشید کف دست به طرف پایین هست. دست چپ بیارید بالا و انگشتا همدیگر 2-3 بار تکرار کنید. خیلی برای ناراحتی گردن و دست و اینا خوب